0093 AFG حسین رو نگه بگم دیس بازی کنیم بیا وسط بیا 0093 AFG حسین رو نگه حسین ما کس شد گفتی نه کیل ما هم نیستی بشکن اینو به قول میدم بعد چند سال دنیا مال ماست با این آهنگم ریدیم به رپ فاس اینو به قول میدم بعد چند سال دنیا مال ماست با این آهنگم ریدیم به رپ فاس درمان کلمات دست ماست شما ریدید به رپ فاس من اومدم با یه گونی کاغذ مطالبه ایمیل میدن میگن بیداری پسر پایه باشه راجع با چه سیاسی ریاضی عاشقانه عارفانه روزی نیاد حسین با بکسش اونجا پا بذاره گندتون کی بود بیاد وسط اگه خایه داره خار کار رو میگم گیم میکس می فوتوشا برو با تمرین کن از سیم روک گندتون اومد اینجا دست بالا تسلیم شد آتیش بازی با بچه هایی است مردین خوب یا نوازه کشتن من تو دفترت به جای تکس رپ عکس یکو ترسیم کن مشتی شد مسلی خوب یا نه ریش بذار برو سب و بعد تکبیر کن الان نوبت توه برو یه نمه تحقیق کن این کی بود افغانی کجا چرا اینجوری پرتین خوب بگو بینم شونه‌ها سنگین شد تصمیم خوب گرفتیم تو رپ فارسی مورچه نه موریانه باشیم مواسا پر نرجم حاجی بیا وسط بینم چند مرده حلاجی بگو بینم مثلا رفتی تو سربازی میگن تو خونه تو سگ داری تازگی یا یاد گرفتی بق کنی شهر باشی بیا وسط بیا وسط بیا وسط بیا وسط اینو به قول میدم بعد چند سال دنیا مال ماست با این آهنگم ریدیم به رپ فاس اینو به قول میدم بعد چند سال دنیا مال ماست با این آهنگم ریدیم به رپ فاس البته گاهی وقت آدم باید تنوع داشت میدونی چی میگم کس چرا ما اینجا بوده شدیم اصلا من اکسنت دارم نداری خودت بگو پسرم گریه نکن بعد 20 سال بیچاره پدرت بود دیندار بابا میدونم توی میدونی که میجنگیدی مین داشت ولی یادمه میگفتی من بودم بیباک یادمه میگفتی سربازا نبودن پوشالی شاعرها شعر میگفتن ولی نبودن تو خالی توی میدون جنگ یاد گرفتیم رو باشیم باید تناب ساخت مو باشیم میباشیم بگو بینم که این روزی میاد که از عمد مرگی نیست مرزی نیست خنده ها رسمی نیست حرفامون هرزی نیست حدسامون فرضی نیست پرنده توی قفس نمیخونن چون حرفی نیست توی دلش میگفت ای کاش میشو پرواز کرد زندگی با آزادی لذیذه درست مثل لواشک گهگدار رهس پاری بیرون سگ هوا سرده حواس جمع حالم و این افکارا بد جوری خب خراب کرد پسر سعی نکن شاکی باشی این حقمه قلم میکروفون بگو بینم راهی داری اینم رپ فارسی 0093 ملحق شو به ما اگه خواستی